بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان یاری دیگر از یاران صمیمی و وفادار رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو با هم می‌خوایم بخونیم. داستانی عجیب و شگفت‌انگیز در نوع خودش. حالا ببینیم داستان چیه. داستان ابو سفیان ابن حارث که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون وعده بهشت داده. ولی حالا داستان رو ببینیم چگونه هست که واقعا یک فرد به این حالت میرسه و این نکته قابل تأمله. ما اگه یادتون باشه در داستان جعفر ابن ابی طالب گفتیم که 5 نفر به پیامبر خیلی شبیه بودن. 5 نفر شبیه بودن و اشاره کردیم یکی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، پسر عموی پیامبر. حارث عموی پیامبر بود. و از همه مهمتر نکته‌ای که در داستان ابو سفیان ابن حارث هست اینی که بین ابو سفیان ابن حارث و بین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ارتباط و یک پیوند محکمی برقرار بود، مثل 2 تا برادر با هم بودن و اصلا این پیوند رو ما نمیتونستیم باور کنیم که بتونیم بگیم جدا شده. گویا که اینها حالا ضرب مثلا تو فارسی میگن که یک روح در 2 جسد بودن، مثل هم بودن، شبیه هم بودن در قیافه، در رفتار، در ارتباطات اجتماعی و خب طبیعیه که اینا در یک خانواده بودن، در یک طایفه بودن، پسر عموی همدیگه بودن و خیلی نسبت به همدیگه علاقه داشتن و این خیلی مهم بود. عبدالله پدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب عموی حارث هست، چی میگن، برادر حارث هست که عموی ابو سفیان میشه، ابو سفیان ابن حارث. حارث که پدر ابو سفیان هست باز این عموی پیامبر هست و همه اینها بالاخره از پشت عبدالمطلب هستن و مازاد بر اینها. اینا گفتیم که یادتون باشه در اون داستان که در داستان جعفر ابن ابی طالب بودیم اینا شیرخوار هم بودن، یعنی برادر رضاعی هم با هم بودن، چرا که حلیمه سعدیه هر دوی اینها رو شیر داده بود و هر دوی اینها برادر رضاعی هم حساب می شدن و گفتیم اینها با هم 2 دوست صمیمی بودن تا قبل از نبوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خب شباهت ظاهری هم بود، دوست صمیمی هم بودن، همیشه هم کنار هم بودن و با هم بودن و این خیلی چیز جالبی بود و این خب طبیعی بود که انتظار میرفت جزو اولین کسانی باشه ابو سفیان ابن حارث که وقتی پیامبر به بعثت برانگیخته میشه که همراه پیامبر بشه. هم بالاخره نزدیک پیامبر بود، هم دوست پیامبر بود، هم برادر شیرخواره پیامبر بود، شباهت ها و چیزهای دیگری که وجود داشت و این انتظار بود که جز اولین کسانی باشه که ایشون دین اسلام رو میپذیره و همراه پیامبر قرار میگیره. اما اتفاق دیگری افتاد. خوب دقت کنید، این داستانهای اصحاب و یاران یه درسهایی رو هم برای ما داره. برخلاف اون چی که انتظار میره که این ابو سفیان ابن حارث که پسر عموی پیامبره، هم تیپ پیامبره، برادر شیرخوار پیامبره و کنار پیامبره، باید جز اولین کسانی باشه که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان میاره، اما اینجوری نشد. چرا که وقتی که پیامبر خدا دعوت خودش رو آشکار کرد، قوم و قبیله خودش رو دعوت کرد به ایمان، یه دفعه در درون قلب ابو سفیان ابن حارث نسبت به رسول خدا یک حسادتی برانگیخته شد. شعله‌های حسادت شعله‌ور شد و این دوستی هایی که بین اینها در این سالها بود به دشمنی تبدیل شد و این صله رحم دیگه قطع شد و این برادری تبدیل شد به دوری و مقاطعه و دشمنی. نگاه کنید، درست در زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعوت میکنه مردم رو به سوی اسلام و به عنوان پیامبر خدا برگزیده میشه، ابو سفیان ابن حارث یکی از جنگاوران و ورزیدگان و یکی از افراد شاخص قریش هست. همه ذکر خیرشو میکردن. شاعر بود، اهل شعر بود، اهل ادب بود، اهل اخلاق بود، تیراندازی بود. حالا در یک چنین شرایطی یک دفعه ایشون میبینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری برانگیخته شده. حالا بماند از مسائل دیگه، گفتیم که حسادت و کینه برانگیخته میشه. اینجا بود که ابو سفیان ابن حارث از تمام نیرویی که داشت علیه رسول خدا، در دشمنی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران رسول خدا و انتقام از مسلمانان و اسلام کوتاهی نکرد. چه از نیزه باشه، چه از شمشیر باشه، چه از دشمنی مالی باشه، چه سیاسی باشه، چه از قدرت شعر و هجو و دشنامی که بر سر زبان می آورد. و جدا از دیگران این هم میرفت قریشی‌ها رو تحریک میکرد، به عناوین مختلف سعی میکرد دشمنی اونها رو شعله ورتر بکنه تا بیشترین آسیب به مسلمانان برسه.
از تمام قدرت شعر خودش به کار می‌گرفت، از اون زبان خودش که اونقدر فصیح بود در گفتار و بیان، در حجو رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و هر کلام زشت و هر نسبت ناروایی رو که وجود داشت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت میداد. و این دشمنی ابو سفیان ابن حارث با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 20 سال طول کشید. خوب دقت کنید، از زمانی که پیامبر به بعثت برانگیخته شد، پیامبری برانگیخته شد و مبعوث شد، تا 20 سال این تمام قدرت و توان خودش رو در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کار گرفت، با هر حیله و روشی که امکان داشت انجام بده، به هر روشی که میتونست به پیامبر، به یاران پیامبر، به اسلام ضربه میزد و هر گناهی رو هم که لازم بود انجام میداد. حالا دیگه بعد از 20 سال نزدیک فتح مکه است. خوب شرایط داشته باشید، نزدیک فتح مکه است. بعد بالاخره قبل از این نامه‌ای برای ابو سفیان فرستاده شد، همین ابو سفیان ابن حارث، که بیا تسلیم بشو. خیلی جالبه، ببینیم چه اتفاق بیفته. داستان قصه اسلام آوردن ابو سفیان ابن حارث خودش جالبه، خودش مثلا تاریخ اینو نقل میکنه به یه شیرینی خاص. ببینیم چه جوری این نقل میشه. بذاریم قصه رو خودشون از زبون خودشون نقل بکنیم، شاید بهتر و دقیق‌تر باشه و واضح‌تر باشه و صداقت در گفتار بهتر و شیرین‌تر خواهد بود. ایشون میگه وقتی که اسلام داره قدرت شد و استقامت پیدا کرد و توانمند شد و به قول معروف پایه‌هاش در همه جا شکل گرفت، میگه تصمیم گرفتم که دیگه من جایگاهی دیگه ندارم، دیدم اینا دارن به سمت مکه میان و من دیگه نمیتونم اینجا بمونم و باید من برم. و خبرها هم که رسید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره به مکه میاد، میخواد مکه رو فتح کنه. احساس کردم دیگه این زمین برای من تنگ شده، جایی ندارم. چه باید میکردم؟ به کجا میرفتم؟ واقعا راهی دیگه برای من نبود. با چه کسی باشم همراه بشم؟ چه کنم؟ چه کسی منو حمایت میکنه؟ میگه اینجا بود پیش همسر خودم رفتم، پیش فرزندانم رفتم، گفتم نگاه کنید آماده بشیم با هم از مکه بریم. محمد امروز و فرداست که میرسه به مکه و حتما برسه به مکه بیشک منو خواهد کشت، هیچ شکی درش وجود نداره و اگه محمد منو نکشه مسلمانان منو میکشن. اونا گفتن نگاه کن همه عرب عجم همه تسلیم پیامبر شدن، همه اطاعت کردن دستور پیامبر از قانون اسلام و دینش رو پذیرفتن. تو هنوز داری در دشمنی خودت اصرار میکنی؟ تو در صورتی که اولین کسی بودی بعد این دین رو میپذیرفتی، پیامبر رو حمایت میکردی، ولی پیامبر نگاه کنی با همه با محبت و با عطوفت برخورد میکنه، همه رو تشویق میکنه و بالاخره اما تو این گونه داری برخورد میکنی. و اشاره کرد ایشون، گفتن که مثلا نگاه کنید حتی همسر ایشون اشاره کرد که من هم حتی مسلمان شدم. خب نکته خیلی جالبه، گفت منم مسلمان شدم. میگه من این مقداری وایسادم، بعد آخر به پسر خودم گفتم که پسرم میگه گفتم پاشو ما با هم بریم سوار شتر اسبمون بشیم بریم، ما که اینجا دیگه وا نمیستیم. میگه پسرم جعفر رو با خودم برداشتم و شروع کردیم بالاخره در این بیابان‌های مکه سرگردان بین مکه و مدینه تا اینکه خبر من رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک منطقه مستقر شده. پیامبر مستقر شده. میگه من به اونجا نزدیک شدم، میترسیدم خودمو نشون بدم، گفتم مسلمان ها منو ببینن تا ببینن منو میکشن، قبل از اینکه من بخوام برم پیش پیامبر و اسلام خودم رو اعلام کنم. دیگه تصمیم گرفته بودم، چون همسرش هم گفت که بالاخره پیامبر عطوفت داره، رحمت داره و تو هم باید اسلام بپذیری. میگه بالاخره من اینور اونور دنبال فرصت بودم تا اینکه آخر متوجه شدم که بله در یک شرایطی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میتونم ببینم، طوری حرکت میکردم کسی منو نبینه. میگه وقتی دیدم پیامبر موکب پیامبر اومد، من رفتم در برابر پیامبر ایستادم تا بتونم با پیامبر ملاقات بکنم. اما دیگه چهره من دیگه من ناامید بودم، هیچ راهی هم نداشتم. وقتی در برابر پیامبر قرار گرفتم، رو در روی پیامبر قرار گرفتم، تا چشم پیامبر رو من افتاد، منو شناخت، از من چهره برگردوند. دوباره من با سمتی که پیامبر رفته بود رو کردم، باز پیامبر چهرهش از من برگردوند و من چند بار این کار رو تکرار کردم. من به طرف پیامبر میرفتم و خوشحال بودم، با خودم بودم پیامبر حالا من اسلام رو اعلام میکنم، پیامبر میپذیره. خب پیامبر انتظار دیگری از این داشت تو این سالها، ولی دیدم که نه، خلاف این اتفاق افتاد و گفتم من الان پیامبر اسلام من میپذیره، مسلمان ها خوشحال میشن. میگه مسلمان ها وقتی دیدن پیامبر به من توجه نمیکنه، چهرهش از من برگردونده، اونها هم دیگه با من برخورد بدی کردن، از من رو برگردوندن.
میگه با ابوبکر با من ملاقات کرد، دیدم ابوبکر هم از من چهره برگردون. رفتم پیش عمر رو دیدم عمر هم با من همین گونه برخورد کرد، حتی خیلی سخت‌تر و تلخ‌تر. دیگه مونده بودم دیگه. میگه یکی از این انصار مدینه خیلی علیه من شروع کرد تبلیغات، در مورد من حرف زدن، دشمن خدا فلان، تو رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو اذیت کردی، آزار رسوندی، و در یک شرایط خیلی بدی من قرار داد. هی همه رو تحریم کرد، این همون کسی که به رسول خدا بد گفته، این همون کسی که اصحاب پیامبر رو آزار رسونده، این همون کسی که در جنگ ها همه رو علیه ما تحریک میکرد و شرق و غرب علیه ما مسلمانان تحریک کرده بود و این هی انصار رو علیه من تحریک میکرد، صداشو بلند کرده بود و دیدم من با چشماشون میخوان من رو همه بخورند و من در یک شرایطی بودم که واقعا دیگه نمیدونستم چه باید بکنم. در یک چنین شرایط خطرناکی که من قرار گرفته بودم و دیگه هیچ راهی نداشتم، اتفاقی افتاد. حالا با هم دیگه این قسمت رو تمام میکنیم، ان شاءالله در جلسه بعد دنباله داستان ابو سفیان ابن حارث رو با هم خواهیم خوند.